سلام علیکم بینندگان کانال یوتیوب دکتر طاهری. امروز 18 ژانویه سال 2026 این داخل بینای آسایشگاه دکتر طاهری می‌بینید گل‌های زیباقتی آرایش داده شده. گل‌ها هم گپ میزنن، هم نشو نما می‌یابند، هم به آدم انرژی میتن. اینجا خود داخل بنا این یک مرکز آموزش است. مثلا در اینجا درباره правила збор, хранение лекарственных растений, کدام وقت گیاهای جمع‌آوری کردن، خوش کردن، کدام گیاه هست. من این درباره معاینه سری انسان چی خصوصیت دارد، چی طرز طبابت. اینجا مثال بسیار گپ خوب نوشتنده که единственный человек, который может тебе помочь, это ты сам. Не надейся на врача, на деньги, на родственников, на друзей. У каждого свой жизнь. Все болезни от неправильного питания, воспитания, силы воли и нехватки знания. Медицина не сделает человека здоровым. Жизнь – это борьба, самооборона, самоусовершенствование. Знание – залог твоего успеха и здоровья. Доктор طاهری. من در اینجا زیاد سرتیفیکات ها. اینجا یک مقاله در گازت دنیا چاپ شده بود که شرکت های داروسازی دکترها رو میخرند و بیماران رو میکشند. من همین برای آموزش در اینجا مخصوصا اجازت نامه گرفته شدگی برای درس دادن کورس های روانپزشکی، گیاه درمانی، سوزن درمانی و محض. من همین تبلیغات ها حتی بیمارانی که اینجا استراحت میکنن درباره بدن خود یک تصورات پیدا میکنن که مثلا فشار بلندی چیست، سببهاش از چی عبارت، برای چی میشه. من از سیستم خوراک کنی، معده، روده، جگر، بیماری های پارکینسونیسم. حتی من اینجا благодарность یعنی از ژیرینوفسکی، یعنی این سرتیفیکات در هندوستان خواندگی دکتر طاهری. من برای همین ما کورس های آموزش تشکیل کردیم که آدم ها اینجا آمده یکمش عصباش آرام کنند، سلامتی خودش رو نصب کنند، دومش دانش خوب گرفته به مردم خدمت کنند. من این مختصر در اینجا درباره تاریخی آسایشگاه دکتر طاهری از سال 2009 به کار شروع نمود. البته ما از یک کتیج، دو کتیج از بهترین ساحل دریا و خانوچه‌های ساختیم، موسمی کار میکرد. من همین سال علاقه ما سر کردیم به کار دائمی. در عین زمان اولین مراتب طول چندین سال من دکتر طاهری در ناحیه عینی هستم و علاقه سیستم گرمگزاری کار به درآمد. خدا خواهد دوام هفته با گیسی آبی هم کار می‌دارد. اینجا یگان خیلی پرابلم نمیشد برای سالم گردانی درسخانه. من این صورت هایی که شخص هایی که با دکتر طاهری بسیار اینها اکادمی پروفسور، آدم های نمایانی دنیا و جمهوری هستند و از آن جمله اساسیه طبیبان خلق تاجیکستان. من در این عکس اگر بینید اعضاهای اساسیاسیه. ما مخصوصا روزنامه درد و درمان نشر میکردیم، روزنامه سالمی دراز عمری. و از همین سال شروع کردم. ما میخواهیم که اینجا یکی از مرکزهای فرهنگی علم و طب جهان گردد، چون که در اینجا کتابخانه مخصوص است که زیاده از 15,000 کتاب‌های نادر در ساحه طب را دارد و قسمی از دستاوردهای دکتر طاهری. من این دیپلم ها، مدال شفقت، اکادمیکی بین المللی، دیپلم در سطح جهانی معرف شدنی دکتر طاهری، همه اینها زحمت های زیاد کشیده شده است و امروز ما میخواهیم که همین دانش خود ما و دیگران آموزنیم. مردم تاجیک 100 سال عمر بیند، بیمار نشود.
این علم هست. برای سالمی نگاه داشتنم باید آدمای آموزاندن در کار. سلامت باشید، 100 ساله شوید. من اینجا ملا ظهور طاهری طبابت در دست خودی انسان، طبیعت و خداست که مقاله کلان مصاحبه چاپ شده است.